کاچی به از هیچی، کاچی به از همه چیز. برای شهدمون نبات هامونو همراه با 2.5 لیوان آب میذاریم که به جوش بیاد. یه مقدارم زعفرون اضافه کنید، یه مقدار هم بزنید. گلاب هم اضافه کنید، میزان ها در کپشن نوشته شده. آردمون رو میریزیم، به اندازه 2-3 دقیقه تفت میدیم تا بوی خامیش بره. بهتره تو این مرحله آردتون رو 1 بار علک کنید. الان کره یا روغن کرمانشاهی رو بهش اضافه کنید. حواستون باشه این کاچی روغن مایع نداره چون درمانیه. خوب هم بزنید، فوق العاده مقویه، حتما درستش کنید. اینقدر هم بزنید تا به رنگ نخودی در بیاد. وقتی به رنگ نخودی در اومد اون موقع است که بعد زردچوبه رو اضافه کنید. حالا موقعیه که زردچوبه رو اضافه میکنیم و هم مجددا هم میزنیم. حالا موقع ادویه هاست که همه رو میزان ها و ادویه ها رو در کپشن نوشتم. زیره خیلی خوشمزش میکنه. شهدمون رو تو 2 مرحله که اضافه کردیم بعد زیر شعله رو روشن کنید، در قابلمتون رو بذارید که خوب دم بکشه. اینقدر هم بزنید تا اینطوری به قوام بیاد. به این حالت که رسید دیگه شعله رو زیرش رو کم کنید، در قابلمه رو بذارید با شعله خیلی کم 1 ربع روغن بیفته. کاچی مقوی ما دیگه آماده است.